7 روز 7 آیتم مورد علاقه شما. روز دوم آیتم مورد علاقتون از منوی کافی. سلام. خب من یه دونه آیتم مورد علاقه ندارم. از شیک نوتلا رو خیلی دوست دارم. از کروسانم کروسان بیکن پنیر رو. پس موافقی که کروسان بیکن پنیر رو با هم درست کنیم؟ آره. سلام، من مهردادم. امروز قراره با هم دیگه کروسان بیکن پنیر رو به خانم سوگند آموزش بدیم. خب قدم اول که ایمنی بود دستکشاشو گذاشت. قدم دوم اینه که کروسانامون رو 6 دقیقه گرم میکنیم. خب الان کروسانامون رو از تو فر در میاریم، میذاریم چند دقیقه خنک شن. خب میریم تو مرحله اسمبل کردن. نون کروسان رو باید از وسط نصفش کنی، بیشتر تکونش بده. حالا کروسانمون رو باز میکنیم، سقف و کفش رو باید از این دوتا سس بزنی بهشون. سس رو برای این میزنیم که چربی بیکن خیلی تو خورد اون کروسان نره. برق پنیر گودا داریم. میرسیم مرحله بیکنا، باید چیدشن روی هم دیگه. مرحله بعدیمون هم ریحونای تازه‌مونه. حالا در نون رو بذارید. تشکر، خیلی هم زیبا شد ساندویچتون. خب میبینم که درستش کردی و کلی هم زحمت کشیدی. حستو میخوام بدونم از اینکه تو آشپزخونه کافیس اومدی و خودت دست به کار شدی. خیلی بهم خوش گذشت. واقعا بهم خوش گذشت. یه تجربه جدید بود و تونستم آیتم مورد علاقه‌مو خودم درست کنم. البته با یکم خرابکاری، ولی به هر حال خیلی بهم خوش گذشت. بسیار همالی. اسمتون میتونم بدونم؟ سوگند. پس از این بعد میتونیم ما رو چف سوگند حساب کنیم؟ از فردا پیج اینستاگرام میزنم.